سلام و یکی از برنامه‌های کانال مالک مرزایی شما عزیزان را خوش آمدید میگویم و از خداوند متعال برای شما کامیابی خواهانم. در این ویدیو به شما درباره دوستای اینترنتی معلومات میدهم تا وقتی نشود که دوستای اینترنتی بالای شما کامیاب شود و سر شما کلاه بگذارد و زندگی شما را تباه بکند. دوستان، اگر بار اولتان است ویدیوی چینل مالک مرزایی را تماشا میکنید، پس حتما کانال مالک مرزایی را برای ویدیوهای بیشتر ما سابسکرایب کنید تا از بهترین آموزش های ما در آینده شما باخبر باشید. حالا میریم سر اصل مطلب. دوستای اینترنتی چگونه هست؟ دوستای اینترنتی چند نوع است عزیزان. یکی هست که از طریق لینک بالای شما کار را انجام میدهد، یکی هست که با شما تماس میگیرد، در شماره تان در موبایلتان این کار را میکند، و یک نوع دیگه هست که از طریق مسیج با شما این کار را میکند. دوستان، اول میریم سر همین کسانی که از طریق موبایل با شما تماس میگیرند. ببینید دوستان، هر گاهی که برایتان مثلا یکی تماس میگیره و میگوید که ما 50,000 دلار دارم و شما باید برای من 500 دلار روان کنید تا که 50,000 دلار من از کدام جای بند است خلاص شود و بر تو بیاید. این طور یک مطلب به یک دوستم تماس گرفته بودند. همینطور اگر گفتن آنها میخواهند بالای شما کلاه بگذارند و پول شما را بخورند، همیشه فکرتان را بگیرید که این طور افراد برای شما دروغ میگویند و میخواهند سر شما کلاه بگذارند و پول شما را بگیرند. دوستان، و یکی از اشخاص دیگه بود که برایش تماس گرفته شده بود و برایش گفته بودند که شما از کمپانی سیم کارتون 50,000 افغانی برنده شده اید و باهاش یک موتورسیکل هم است و شما باید اول 1,000 افغانی کردیت به ما ارسال کنید تا که ما جایزه را برای شما تقدیم کنیم. نمبر تذکره و دیگه چیزها را میخواهند. از این طور افراد، از ارسال پولتان به این طور افراد خودداری کنید. دوستان، اینها همه دروغ میگن. باز اون دوستم 1,000 افغانی کردیت کارت خریده بود و نو ارسال میکرد که من رفتم گفتم چی میکنی؟ گفت این تو یک مطلب است. بعد از گفتم شماره شبته. وقتی که شماره برام داد من تماس گرفتم، یک دو صحبت باهاش کردم و درس نام دادن شروع کرد. دوستان، آنها را این طور بشناسید که مثلا با شما تماس گرفت از طریق دیگه سیم کارت برایش تماس بگیرید. از طریق دیگه سیم کارت برایش تماس بگیرید و بگویید که معرفی نکنید خودش از یگان معلومات پرسان کنید. دیگه با خودتان میشناسینش. دوستان، و یک تعدادش هست که مثلا همین کردیت کارت را که میگیره، همان سیم کارت که به شرکت مشتریان تماس میگیرید، میگه برای زبان دری کلید 1، برای زبان پشتو کلید 2، برای زبان انگلیسی کلید 3. این ساوند را ثبت میکرده باشه. وقتی که شما تماس میگیرید اون ساوند را پلی میکنه. دوستان، اوکی میکنه موبایل، اون ساوند را پلی میکنه. بعد از شما بازی میخورید. چرا آبروی خود را پیش یک نفر میبرید و کردیت را برایش ارسال میکنید؟ خب کردیت در جایش بان. میایم سر همین دوستایی که از شما پول دلاری تقاضا میکنن. پول دلاری مثلا 50,000 دلار یک جای بند است، میگه باید تو 1,200 دلار ارسال کنی تا او پول خلاص شود و برای تو ارسال شود. همینطور برای شما تماس میگیرن و پول شما را میخورن. بسیاری افراد هستن که همینطور ارسال کردن برایشان. خواستم از این کار دوستا جلوگیری شود. باید شما دوستا خبر باشید که هیچ وقت پول خود را به آنها ارسال نکنید. خب این یک مطلبش که از طریق تماس با شما تماس میگیرن و از شما تقاضای پول میکنن تا شما میگن که برنده پول شدید یا هم پولشان یک جای بند است و شما برسند. خب این تمام شد. میریم سر لینککیش. مثلا دوستا برای شما کسانی هستن، دوستای اینترنتی هستن که لینک برای شما ارسال میکنن. مثلا یک لینک را ارسال میکنن، میگوین اگر در این لینک یک لباس خریداری کنی، بعد از او شما برنده یک موتور میشوین. همینطور یک دروغ به شما میگوید و شما میرین دیگه ساده دیگه انسان با اعتماد همینطور میباشد. وقتی که سر لینک کلیک کنید حساب بانکی میاره، مثلا معلومات حساب کارت ماستر کارت خود را وارد کنید میآید. بعد از وقتی که ماستر کارتتان را وارد کردید، اتومات کد و سکیوریتی کد همین ماستر کارت شما به آن شخص میرود
و برای شما سایت یک گزارش میکند دروغ یا مثلا لباس خریداری شد برای شما ارسال می شود یا یک بهانه دیگر. بعد از او وقتی که سکیوریتی کد و معلومات ماستر کارتتان را آن شخص گرفت، بعد از پولتان در دست آن شخص می رود. دوستان همیشه وقتی که کسی لینک را برای شما ارسال می کند چک کنید که آن لینک از چی است. مثلا در براوزر کروم خود بروید و آلت ناشناس انتخاب کنید، آن لینک را باز کنید که چیست. وقتی که حساب بانکی بود، همان کسی که توسط لینک روان کرد که همین چیزا بخر نخر، هیچ پول به اون ندی. بگو مرا از آن موتری که تو میگی تیر بخی، نمیخوایمش. همینطور از حساب بانکی شما پول شما را میگیرن، همه پولتان را. خب این موضوع هم تمام است. میریم سر موضوع پیام. از طریق پیام برای شما مسیج میکنن، مثلا این طور مسئله است و طور مسئله است، یک بهانه میکنن و پول شما را میخورن. فکرتان باشه که با این طور خیلی اشخاص پول ارسال نکنید که یک بهانه میکنه که من از زندان هستم، اینجا اینقدر پول دارم، $50,000 دارم و شما باید $100 به من روان کنید که از بند رها شوه به خاطر این $100 رها شوه و برای تو برسه باز 50%ش به تو میمانه. این طور یک دروغ به شما میگویند در مسیج هم و شما را بازی میدهند، $100 شما را میگیرند. اعتماد نکنید بالای این افراد عزیزانم. هیچ کسی نمیخواهد که پولش پیش یک شخص باشه. فهمیدین؟ من شما را دوستتان دارم، از عمق قلب دوستتان دارم و به خاطر برای شما این معلومات را میدهم که کسی نتواند سر شما خوشحال شود، یک دشمن شما نتواند سر شما خوشحال شود. دوستان چرا دشمن را سر خودتان خوشحال میکنید؟ فکر خود را بگیرید و هر آن لینکی که برای شما ارسال می شود لینک ها را باز نکنید. حتی اگر کدام دوست با اعتمادت هم این کار را کرد که مثلا یک چیز به خریداری بود، آن را نخر. به طور مثال ما بیادر خانده هستم، دوست هستیم، برادر هستیم، برایت ارسال میکنم و میگویم که سر این کلیک کو و برو یک کلا است، یک لباس است بخرش، یک بوت است بخرش. همان را از روی لینک نخر دوستم. خوب عزیزانم، خواستم همین مطلب را برای شما برسانم تا که از این کارها سر شما عزیزان جلوگیری شود. خدا کنه که شما هم گپ مرا بپذیرین و قبول کنین و این کار را هیچگاهی نکنین دوستان که برای کسی پول ارسال کنین از راه دور. خوب عزیزانم، اگر بار اولتان بود ویدیوی چینل مالک مرزایی را تماشا کردید، پس حتما کانال مالک مرزایی را برای ویدیوهای بیشتر ما سابسکرایب کنید تا بهترین آموزش های ما در آینده به شما ارسال شود و شما بتوانید از آموزش های ما استفاده کنید دوستان. خدا نگهدارتان.